استاد یه سوال بود. همین زکات استاد پرمیر 4000 سومانه میشد استاد که در 4 آدم 1000 سومانی تیم یا اینکه در یک آدم تیم همین استاد میفهمونده. به وضعیتی مردم نگاه میکنید. اگر 1000 سومان کدی زندگیش تغییر نیابد، خیلی که بود همون خیلی باشد به یک کس میدهید تا اینکه به یک آدم اقل تأثیری رساند در زندگیش. اگر لیکن همش به گرسنه هست، همش محتاج است، 1000 سومان با آنها مرهم میشد عین زمان، بله در این حالت به 4 نفر تقسیم کنید. مثلا در مردم غزه امروز این 4000 سومان اگر مثلا باشد با 1 سومانی هم تقسیم کرده دید بهتر است تا اینکه همه یگان چی خورد میروز. مثلا وضعیت رو دیده میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حالت مردم نگاه کرده فتوا میدادند. گاه ها میشد که به یک آدم میتی تمام زکات رو. امام مالک وقتی که امام زهری، بعضی استادان ما میفتند که امام زهری ابن شهاب زهری رحمت الله علیه به امام مالک یک کاروان پول و مال فرستادند از دمشق، از پایتخت، از بیت المال برای امام مالک یک کاروان، یعنی یک وگانی پر، وگان یک وگان نه، هم یک کاروانی پر زر و زیور و پول و مال فرستاندن به امام مالک و گفتن که به علمای حرمین تقسیم کنید. طالب علم، عالم ها، اونایی که به علم مشغول هستن، کار دنیا رو ترک کردن به اونها تا اینکه آنها به کار دنیا آواره نشوند و به مردم علم رسانند، علم آموزند، خدمت کنند. امام مالک همشه به امام شافعی دادن، به تمام عالم ها تقسیم نکردن، به یک آدم تقسیم کردن. واقعا درست کردن. ولی امام شافعی اون وقت شاگرد بود، یک عالم شد که یکی از عالم مذهبش بعدی مذهب امام ابو حنیفه میرسد، از مذهب مالک هم گذشت مذهبش، جمع بین محدثای و فقها کرد. حتی امام احمد میگه که اگر امام شافعی نمیشد ما اصول فقه را نمیفهمیدیم. از امام شافعی امام احمد علم گرفتن و یعنی به یک کس دادن. برای چی؟ امام مالک فکر کردن که برای یک کس دیگه هم فایدهش کلانتر میشد. واقعا بعضی آدم‌های مبارک است، یک آدم است لیکن از او مردم زیاد استفاده میبرند. به هر حال وضعیت مردم نگاه کرده فتوا میدادن. وقتی که مثلا به یک محله گرسنگی اومد، همه را امر کردند که قربانی هایتان رو به همون محله دهید، به همون قبیله. 3 روز خورید از قربانی هاتون، باقی موندش همشه برده به هماهاتتون که تا اینکه آنها یعنی تا وضعیتشون خوب شدن همون قربانی شما کنید زندگی کنند. و وضعیتی مردم نگاه میکردن و در وقتی فتوا دادن. بنابراین برادر عزیز نگاه میکنید، دیم 4 کم بغل است، 5 کم بغل است، نگاه میکنید که مقصود دادن زکات اینکه فایده بیارد، برای آنها حاجتاشون روا شود. الله اعلم.